سلام به همه، خیلی خوش اومدید. قبل از اینکه خاطره امشب رو شروع کنیم، اگر به خاطره‌های ترسناک، اتفاقات عجیب و روایت‌های دلهره آور علاقه دارید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، حتما لایک کنید و آخر ویدیو هم برام بنویسید. اگر جایی صاحب این خاطره بودید، همون شب از آن خونه فرار می‌کردید یا تا صبح می‌موندید. و یک پیشنهاد: اگر میخواهید این خاطره را بهتر حس کنید، همین الان هدفون یا هندزفریتون رو بذارید، چراغ‌های اتاق را خاموش کنید، دراز بکشید و چشمهاتون رو ببندید و سعی کنید خودتون رو جای کسی تصور کنید که این اتفاقها برایش افتاده. شاید اون موقع بعضی قسمت‌های این خاطره بیشتر از چیزی که فکر میکنید واقعی به نظر برسن. خاطره‌ای که امشب میشنوید چند وقت پیش توسط یکی از مخاطب‌های کانال برای من ارسال شد. قبل از اینکه متن خاطره را بفرستد، فقط یک جمله نوشته بود: سال‌هاست این اتفاق را برای کسی تعریف نکردم. هر بار که خواستم بگویم، یا مسخرم کردن یا گفتن از شدت خستگی توهم زده ای. اما هنوزم بعضی شب‌ها وقتی همه جا ساکت می شود، همان صداها را توی ذهنم می شنوم. راستش را بخواهید، وقتی برای اولین بار این خاطره را خواندم، خودم هم باورش نکردم. اما هرچی جلوتر رفتم، جزئیاتش آنقدر دقیق و طبیعی بود که تصمیم گرفتم بدون هیچ تغییری برای شما تعریفش کنم. اینکه این اتفاق واقعا افتاده یا نه، قضاوتش با خود شماست. اما این دقیقا همان خاطره است که برای من ارسال شده بود. همه چیز از تابستان سال 1394 شروع شد. آن موقع 26 ساله بودم و برای کار مجبور شدم به یکی از شهرهای کوچک شمال کشور بروم. تازه استخدام شده بودم و حقوقم آنقدر نبود که بتوانم خانه‌ای مناسب اجاره کنم. چند روز تمام از این بنگاه به آن بنگاه رفتم، اما یا اجاره ها خیلی بالا بود یا خانه ها آنقدر کوچک بودند که نمیشد در آنها زندگی کرد. روز آخر، وقتی تقریبا ناامید شده بودم، پیرمردی که بنگاه املاکی داشت نگاهی به من کرد و گفت: یه خونه هست ارزونه، ولی مطمئن نیستم بخوای اونجا زندگی کنی. خندیدم و گفتم: مگه خرابه؟ گفت: نه. چند ثانیه سکوت کرد، بعد آرام گفت: فقط شبها طبقه بالا نرو. خندیدم و گفتم: یعنی داستان جن و روحه؟ اما او حتی لبخند هم نزد. فقط کلید را روی میز گذاشت و گفت: اگر خواستی ببینش، ولی اگر رفتی حرفم را یادت نره. راستش آن موقع فکر کردم میخواهد من را بترساند. کلید را برداشتم و آدرس را گرفتم. وقتی به خانه رسیدم، اولین چیزی که توجهم را جلب کرد سکوت عجیب آن کوچه بود. با اینکه هنوز عصر بود، تقریبا هیچ کس بیرون دیده نمیشد. خانه یک ساختمان قدیمی 2 طبقه بود. دیوارهایش نم کشیده بود، پنجره‌های چوبی رنگ و رو رفته داشت و حیاط کوچکش پر از علف‌های خشک شده بود. در را باز کردم. بوی چوب کهنه و رطوبت تمام خانه را پر کرده بود. طبقه پایین تقریبا سالم بود. یک پذیرایی کوچک، یک آشپزخانه و یک اتاق خواب. اما درست روبروی در ورودی یک راه پله چوبی قرار داشت که به طبقه بالا می رسید. پله هایی که حتی وقتی کسی روی آنها راه نمی رفت، گاهی صدای جیرجیرشان بلند می شد. صاحب خانه کمی بعد رسید، خانه را نشانم داد و گفت: هر چیزی لازم داشتی خبر بده. به پله ها اشاره کردم و پرسیدم: اون بالا چی هست؟ گفت: هیچی، چند تا اتاق خالی. پرسیدم: پس چرا بسته است؟ جواب داد: سال هاست کسی ازش استفاده نمیکنه. همین. نه توضیح بیشتری داد، نه اجازه داد سوال دیگری بپرسم. کلید را تحویل داد و رفت. همان روز وسایلم را آوردم. 3 شب اول همه چیز کاملا عادی بود. روزها سر کار می رفتم، شبها خسته بر می گشتم، شام می خوردم و می خوابیدم. تنها چیزی که کمی آزارم می داد سکوت بیش از حد خانه بود. سکوتی که گاهی آنقدر عمیق می شد که صدای تیک تاک ساعت مثل ضربه چکش توی گوشم می پیچید. شب 4، حدود ساعت 2 بامداد بود. ناگهان با صدایی از خواب پریدم. تق تق تق. چند ثانیه طول کشید تا بفهمم صدا از کجاست. بعد متوجه شدم صدا دقیقاً از طبقه بالاست. انگار کسی با قدم‌های آرام روی کف چوبی راه می‌رود. اول فکر کردم شاید صاحب خانه آمده باشد، اما همان لحظه یادم افتاد کلید خانه فقط دست خودم بود. با خودم گفتم شاید صدای انقباض چوب‌ها بر اثر سرماست. دوباره چشم‌هایم را بستم، اما چند ثانیه بعد تق تق تق. این بار واضح‌تر. 3 قدم.
بعد چند ثانیه سکوت و دوباره 3 قدم دیگر، دقیقاً مثل کسی که آرام از این سر راهرو به آن سر راهرو قدم میزند. بلند شدم، چراغ اتاق را روشن کردم. همان لحظه صدا کاملا قطع شد. چند دقیقه منتظر ماندم، هیچ خبری نبود. با خودم گفتم حتما خیالاتی شدم. چراغ را خاموش کردم و دوباره خوابیدم. اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود که همون صدا دوباره شروع شد و این بار دقیقاً بالای سرم بود. چند دقیقه همانطور روی تخت نشسته بودم و فقط به سقف نگاه می کردم. صدای قدم ها قطع نمی شد. تق تق تق، آرام و منظم، انگار کسی بدون عجله فقط در حال راه رفتن بود. بالاخره جرأت کردم. چراغ قوه گوشی رو روشن کردم و آرام به سمت راه پله رفتم. هر پله‌ای که بالا می رفتم صدای قلبم بلندتر از صدای قدم ها شده بود. پله آخر را که رد کردم همه چیز ساکت شد. آنقدر ساکت که فقط صدای نفس کشیدن خودم را می شنیدم. نور گوشی رو روی راهرو انداختم. دو طرف راهرو 3 اتاق قدیمی قرار داشت. در یکی از اتاقها نیمه باز بود و بقیه بسته بودند. آرام جلو رفتم. اتاق اول کاملا خالی بود. فقط چند تکه چوب شکسته و لایه‌های ضخیم از گرد و خاک روی زمین دیده میشد. همان لحظه چیزی توجهم را جلب کرد. روی گرد و خاک رد پا بود. رد پای کوچک. انگار یه بچه با پای برهنه روی زمین راه رفته باشد. خم شدم تا بهتر نگاه کنم. رد پاها از وسط اتاق شروع می شد. نه از کنار در، نه از کنار پنجره. درست از وسط اتاق. انگار کسی همونجا ظاهر شده و بعد شروع به راه رفتن کرده باشد. با خودم گفتم شاید قبلا کسی اینجا آمده و من متوجه نشدم. اما هرچی بیشتر نگاه می کردم کمتر می توانستم برایش دلیل منطقی پیدا کنم. از اتاق بیرون آمدم. خواستم پایین برگردم که ناگهان صدای بسته شدن آرام یکی از درها رو شنیدم. تق. برگشتم. در اتاق انتهای راهرو که مطمئن بودم چند ثانیه قبل نیمه باز بود، حالا کاملا بسته شده بود. چند لحظه همانجا ایستادم. به خودم گفتم حتما جریان هوا بوده است، اما تمام پنجره ها بسته بودند. حتی پرده ها هم تکون نمیخوردند. آرام به سمت آن اتاق رفتم. دستم را روی دستگیره گذاشتم. سرد بود، بیشتر از چیزی که باید باشد. در را آرام باز کردم. لوله های قدیمی با صدای بلندی ناله کردند. داخل اتاق تاریک بود. نور گوشی رو چرخاندم. یک کمد چوبی قدیمی، یک صندلی شکسته و پنجره‌ای که با تخت پوشانده شده بود. هیچ چیز دیگری دیده نمیشد. نفس راحتی کشیدم و خواستم بیرون بیایم که ناگهان پشت سرم صدای نفس کشیدن شنیدم. آنقدر نزدیک که انگار کسی درست پشت شانه‌ام ایستاده بود. تمام بدنم یخ کرد. جرأت برگشتن نداشتم. چند ثانیه فقط همانجا خشکم زده بود. بعد با تمام توان برگشتم. هیچ کس نبود، اما هوای اتاق به طرز عجیبی سرد شده بود. نفسم جلوی صورتم بخار می شد، در حالی که وسط تابستون بود. دیگر تحمل نکردم. دویدم پایین و در طبقه بالا را بستم. آن شب تا صبح حتی یک لحظه هم نخوابیدم. تمام چراغ‌های خانه را روشن گذاشتم و روی مبل نشستم. هر بار که نزدیک خواب رفتن می شدم، دوباره همان صدای قدم ها از طبقه بالا شروع می شد. تق تق تق. انگار میخواست مطمئن شود که هنوز بیدارم. صبح روز بعد اولین کاری که کردم این بود که از همسایه روبرویی درباره آن خانه سوال کنم. وقتی بهش گفتم ساکن آنجا هستم، چند ثانیه ساکت ماند. بعد فقط یک سوال از من پرسید: دیشب صدای قدم ها رو شنیدی؟ همان لحظه فهمیدم فقط من نبودم که آن صداها رو شنیده بودم. چند لحظه فقط به صورتش نگاه می‌کردم. از اینکه قبل از هر چیزی درباره قدم‌ها سوال کرده بود، فهمیدم این اولین باری نیست که چنین چیزی اتفاق می‌افتد. آرام گفتم: شما از کجا می‌دونستین؟ پیرمرد آهی کشید و نگاهی به خانه انداخت و گفت: چون تو اولین نفری نیستی که این صداها رو میشنوه. از او خواستم بیشتر توضیح بده. اول قبول نمی‌کرد. میگفت بهتر از هر چه زودتر آن خانه را ترک کنم و دیگرم پشت سرم را نگاه نکنم. اما وقتی اصرارم را دید، روی نیمکت جلوی خانه نشست و گفت: حدود 15 سال پیش یه خانواده اونجا زندگی میکردن. پدر خانواده نجار بود، زنش معلم، 2 تا پسر داشتن و یه دختر کوچیک حدود 7 ساله. دختره همیشه با یه عروسک پارچه‌ای سفید توی حیاط بازی میکرد. همه اهل محل میشناختنش. چند لحظه سکوت کرد. بعد ادامه داد: یه شب درست حوالی ساعت 2، همون ساعتی که گفتی صدای قدم ها رو شنیدی، همه چیز عوض شد. پرسیدم چی شد؟
نگاهش را از خانه بر نداشت و گفت همسایه ها بوی دود حس کردند. وقتی بیرون اومدن طبقه بالا کاملا توی آتیش بود. همه فکر میکردن خانواده خوابن و هر لحظه صدای کمک میاد، اما مکث کرد. هیچ صدایی نیومد. نه جیغ، نه فریاد، نه شکستن شیشه، فقط شعله های آتیش. مو به تنم سیخ شده بود. گفتم همه مردن. سرش را پایین انداخت. آره، اما یه چیزی هیچ وقت برای کسی قابل توضیح نبود. جسد دختر کوچیک رو هیچ وقت پیدا نکردن. با تعجب گفتم یعنی چی پیدا نکردن؟ گفت همه جا رو گشتن، حتی بعد از خاموش شدن آتیش کف اتاقها رو کندن، اما انگار دختر اصلا اونجا نبوده. نفسم آروم بیرون دادم. سعی کردم برای خودم دلیل منطقی پیدا کنم. شاید جسدش زیر آوار مانده بود، شاید اشتباه کرده بودن. اما پیرمرد ادامه داد. چند نفر از همسایه ها قسم می‌خوردن که اون شب درست قبل از اینکه سقف طبقه بالا فرو بریزه، دختر کوچیک رو کنار پنجره دیده بودن. داشت بیرون رو نگاه می‌کرد. نه داد می‌زد، نه گریه می‌کرد. فقط نگاه می‌کرد. لبخندی عصبی زدم و گفتم شاید شوک زده بود. پیرمرد این بار مستقیم توی چشمام نگاه کرد. نه پسر. پنجره‌ای که میگفتن دختر اونجا ایستاده سالها قبل از اون حادثه با آجر بسته شده بود. آن شب با خودم گفتم باید ثابت کنم همه اینها فقط یک سوء تفاهم است. به همین خاطر تصمیم گرفتم صدای قدم‌ها رو ضبط کنم. گوشیم رو روی میز گذاشتم. ضبط صدا رو روشن کردم. چراغ‌ها رو خاموش کردم و منتظر ماندم. ساعت 1:58 بود. 2 دقیقه بعد اولین قدم. تق تق تق. این بار خیلی واضح‌تر از شب قبل بود. آنقدر واضح که مطمئن بودم اگر فردا فایل را گوش بدهم همه چیز داخلش ضبط شده است. حدود 10 دقیقه فقط صدای قدم‌ها ادامه داشت. بعد ناگهان صدای کشیده شدن چیزی روی زمین آمد. انگار کسی یک صندلی سنگین را آرام روی کف چوبی می‌کشید. صدای آن از یک سر راهرو شروع شد و درست بالای اتاق خواب من متوقف شد. بعد همه چیز ساکت شد. چند ثانیه بعد صدایی شنیدم که باعث شد تمام بدنم یخ بزند. صدای یک دختر بچه، خیلی آرام، خیلی نزدیک. فقط یک کلمه گفت: مامان. همان لحظه دیگر نتوانستم تحمل کنم. از جا بلند شدم، چراغ قوه گوشی رو روشن کردم و این بار برای دومین بار به سمت طبقه بالا راه افتادم، بیخبر از اینکه آن شب آخرین شبی بود که در آن خانه می‌خوابیدم. دستم اونقدر می‌لرزید که چند بار نزدیک بود گوشی از دستم بیفته، اما با هر زحمتی بود خودم رو به پای راه پله رسوندم. این بار برعکس شب قبل، هرچی به طبقه بالا نزدیکتر می‌شدم صداها بلندتر می‌شدن. تق تق تق. بعد صدای کشیده شدن صندلی و دوباره همون صدای آرام دختر بچه: مامان. پله آخر را که به بالا رفتم حس کردم هوای آنجا چند درجه سردتر از پایین است. نور گوشی را داخل راهرو انداختم. هیچ کس نبود. اما چیزی که توجهم را جلب کرد، در انتهای راهرو یکی از درهایی که شب قبل باز بود حالا بسته شده بود. آرام جلو رفتم. هر قدمی که برمی داشتم احساس می کردم کسی از پشت سرم نگاه می کرد. چند بار برگشتم. هیچ کس نبود، اما آن حس لحظه رهایم نمی کرد. وقتی به در رسیدم خواستم دستگیره را پایین بکشم که ناگهان 3 ضربه آرام از پشت در شنیدم. تق تق تق. نفسم بند آمده بود. چند ثانیه فقط به در خیره ماندم. بعد با صدایی که از ترس می‌لرزید گفتم: کسی اونجاست؟ هیچ جوابی نیومد، فقط سکوت. دوباره پرسیدم: اگه کسی اونجاست جواب بده. چند ثانیه بعد همان صدای دختر بچه از پشت در گفت: مامان، در رو باز کن. احساس کردم قلبم از حرکت ایستاد. همان لحظه بدون اینکه خودم بخواهم دستگیره آرام پایین رفت. در با صدای جیرجیری باز شد. نور گوشی رو داخل اتاق انداختم. اتاق خالی بود. فقط یک کمد قدیمی، یک صندلی شکسته و لایه ضخیم از گرد و خاک. اما این بار وسط اتاق یک عروسک پارچه‌ای نشسته بود. قسم می‌خورم شب قبل آن عروسک اونجا نبود. صورتش نیمه سوخته بود، یکی از چشمهایش افتاده بود. اما چیزی که بیشتر از همه آزارم میداد این بود که انگار سر عروسک کمی به سمت من چرخیده بود. چند لحظه فقط نگاش کردم. به خودم گفتم شاید قبلا اینجا بوده و من ندیدم. همان لحظه صدای بسته شدن در پشت سرم پیچید. تق. با وحشت برگشتم. در بسته شده بود. با عجله دستگیره رو پایین کشیدم. باز نمیشد. محکمتر کشیدم. باز هم نه. نفسم تند شده بود. شروع کردم به کوبیدن به در. کمک! هیچ صدایی از بیرون نمی اومد. ناگهان
از پشت سرم صدای نفس کشیدن شنیدم، خیلی آروم، خیلی نزدیک. این بار مطمئن بودم توهم نیست. کسی پشت سرم ایستاده بود. جرأت نداشتم برگردم، فقط به در خیره شده بودم. اما بعد بوی سوختگی تمام اتاق را پر کرد. نه بوی چوب، نه بوی دود معمولی، بوی گوشت سوخته. چشمام شروع به سوزش کرد. نفسم بالا نمی اومد. انگار دود نامری تمام اتاق را پر کرده بود. در همان لحظه صدای دویدن چند نفر از داخل راهرو بلند شد. تق تق تق. این بار فقط یک نفر نبود. انگار چند نفر همزمان با وحشت می دویدن. بعد صدای جیغ، صدای گریه و صدای شکستن شیشه. احساس می کردم دقیقا وسط همان آتش سوزی 15 سال قبل ایستادم. با تمام توان یک بار دیگر دستگیره رو کشیدم. این بار در ناگهان باز شد. تا دلم را از دست دادم و داخل راه رو افتادم. بلند شدم و بدون اینکه حتی یک بار پشت سرم را نگاه کنم با تمام سرعت از پله‌ها پایین دویدم. وقتی به طبقه پایین رسیدم فقط یک فکر در سرم بود: باید از آن خانه فرار می کردم. اما درست وقتی دستم را روی دستگیره در ورودی گذاشتم صدای قدم ها قطع شد. همه چیز در یک لحظه ساکت شد، آنقدر ساکت که صدای نفسهای خودم هم به گوشم نمی رسید و همان سکوت از تمام صداهایی که تا آن شب شنیده بودم ترسناکتر بود. صبح که شد حتی یه دقیقه هم بیشتر در آن خانه نماندم. تمام وسایلم را جمع کردم و همان روز کلید را به صاحب خانه پس دادم. او هیچ سوالی از من نپرسید. فقط وقتی کلید را از دستم گرفت نگاهی به صورتم کرد و گفت: تو هم صدای قدم ها رو شنیدی؟ مگه نه؟ هیچ جوابی ندادم، فقط از آنجا رفتم. چند روز بعد خواستم فایل ضبط شده آن شب را برای یکی از دوستانم پخش کنم، اما هرچی گشتم پیداش نکردم. اول فکر کردم اشتباهی حذفش کردم. تمام حافظه گوشی رو زیر و رو کردم. حتی از چند نرم افزار بازیابی اطلاعات هم کمک گرفتم. عکس‌های قدیمی، فیلم‌های دیگر و حتی فایل‌هایی که ماها قبل پاک شده بودند دوباره برمیگشتند. اما آن فایل انگار هیچ وقت وجود نداشته است. چند ماه بعد شنیدم آن خانه را به طور کامل خراب کردند. دلیلش رو هیچ وقت نفهمیدم و راستش دیگه هم هیچ وقت دنبالش نرفتم. اما هنوزم بعضی شب‌ها وقتی همه جا ساکت می شود و برای خواب دراز می کشم، ناخودآگاه چند ثانیه به سقف اتاقم خیره می شم. چون گاهی، فقط گاهی، احساس می کنم صدای قدم‌های آرام از طبقه بالا می آید. اگه تا اینجا همراه من بودید ممنونم که این خاطره رو تا آخر شنیدید. اگر از این سبک روایت ها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا خاطره های ترسناک بیشتری رو با هم بشنویم و حتما در قسمت نظرات برای من بنویسید. اگر جای صاحب این خاطره بودید، همان شب از خانه فرار میکردید یا میماندید تا حقیقت را بفهمید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتان باشید. و اگر نیمه شب صدای قدمی از طبقه بالا شنیدید شاید بهتر باشد نگاه نکنید.